99% مردم این کارا رو انجام میدن، اما تو انجام نده. سلام رفیق. همه ما میخوایم که سالمتر زندگی کنیم، سر حالتر باشیم و روزمون پر انرژی تر باشیم. اما این راهی که در پیش گرفتیم و به گفته خودمون اسمش لایف استایل سالم هست، پایانش پوچ و خالی. اما چرا؟ واقعیت اینه که توی روزمره ما ایرانی‌ها کلی اشتباه کوچیک و بزرگ انجام میدیم که حتی متوجه نیستیم داریم اونها را انجام میدیم و تبدیل شده به یک عادت بزرگ. اما امروز میخوام با شما درباره 15 اشتباه رایج که همه انجام میدن، مخصوصا خودم را، برای شما بگم و همزمان راهکارهایی پیشنهاد بدم که خودم وقتی اونها را انجام دادم یک سبک زندگی سالم را تجربه کردم که اگه شما هم انجام بدید یه زندگی سالمتر و راحت‌تری تجربه میکنید. پس بزن بریم. اما قبلش دوست خوبم سابسکرایب فراموش نشه. بیدار شدن به موقع. اولین قدم برای یه روز سالم بیداری به موقعه. خیلی وقتها ما چند دقیقه اضافه خوابیدن رو انتخاب میکنیم و بعد کل روزمون با عجله و استرس شروع میشه. راهکار ساده: ساعتت رو دور از تختت بذار تا مجبور بشی بلند شی. حتی چند دقیقه نفس عمیق صبحگاهی میتونه کل روزت رو سرحال کنه. صبحانه سالم. بعضی‌ها صبحانه رو فراموش میکنن یا سراغ چیزای ناسالم میرن. یه صبحانه ساده اما مغذی مثل تخم مرغ، میوه، نون کامل یا اسموتی خونگی و یا هر چیزی که سالمه و تو دوستش داری، انرژی لازم برای شروع روز را بهت میده. اما یادت باشه حتی یک صبحانه کوچیک بهتر از هیچ چیزه. محدود کردن قهوه و نوشیدنی های انرژیزا. خیلی ها فکر میکنن باید قهوه زیاد بخورن تا سر حال بشن، اما این کار بدن رو وابسته میکنه و انرژی طبیعی را کم میکنه. یک فنجان قهوه اول صبح کافیه. بعدش آب و میوه مصرف کن تا بدنت هیدراته و پر انرژی بمونه. ورزش کوتاه و روزانه. ورزش سنگین یا ورزش نکردن اشتباه رایجه. روزی 5 تا 10 دقیقه حرکت ساده مثل کشش، پیاده روی یا حرکت خونگی انرژی و روحیه تو را بالا میبره و بدنت را آماده فعالیت میکنه. آهسته غذا خوردن و کنترل پرخوری. سریع غذا خوردن یا پرخوری باعث مشکلات گوارشی و اضافه وزن میشه. اما راهکارش اینه که آهسته بخوریم. هر لقمه را بچشیم و حداقل 20 تا 30 دقیقه زمان برای هر وعده بذاریم. جایگزین‌های سالم برای شیرینی و خوراکی‌های فرآوری شده. خیلی ها عاشق شیرینی و تنقلات فرآوری شده هستن، اما اینا انرژی سریعتر کم میکنن. میوه، آجیل یا شکلات تلخ گزینه‌های عالی هستن که هم انرژی به آدم میده و هم حس خوب شیرینی را حفظ میکنه. نوشیدن آب کافی. کم‌آبی بدن باعث خستگی، سردرد و کاهش تمرکز میشه. روزی حداقل 2 لیتر آب مصرف کن. بهترین روش قبل از قهوه یا نوشیدنی‌های شیرین یه لیوان آب بخور. شلختگی ذهن و بدن را خسته میکنه. حتی 10 دقیقه مرتب کردن میز کار یا اتاق تمرکز و حس خیلی خوبی بهت میده. یه محیط تمیز ذهن آماده تمرکز و کار مفید میکنه. خواب منظم. چرخه خواب نامنظم انرژی بدن را پایین میاره. هر روز سر 1 ساعت بخواب و بیدار شید و نیم ساعت قبل از خواب گوشی و تلویزیون را کنار بذارید. مدیریت حواس پرتی‌ها هنگام کار کردن وسط حواس پرتی تمرکز رو نابود میکنه. میز تمیز، وسایل ضروری و تکنیک 25 دقیقه تمرکز و 5 دقیقه استراحت کمک میکنه کارها تا راحت‌تر و سریعتر پیش ببرید. مدیریت استرس و نگرانی. استرس دائمی انرژی و انگیزه رو پایین میاره. 5 دقیقه مدیتیشن یا تنفس عمیق در طول روز خیلی موثره. وقت گذاشتن برای تفریح و سرگرمی. زندگی فقط کار نیست. وقت گذاشتن برای سرگرمی و تفریح حتی 10 دقیقه در روز باعث شادی و کاهش استرس میشه. کتاب، موسیقی، پیاده روی یا حتی بازی کوتاه میتونه تاثیر بزرگی داشته باشه. تمرکز روی پیشرفت شخصی به جای مقایسه با دیگران. تمرکز روی پیشرفت شخصی، نوشتن دستاوردها و جشن گرفتن موفقیت‌های کوچیک اعتماد به نفس و انگیزه تو را خیلی بالا میبره. ایجاد عادت‌های کوچیک و مداوم. در نهایت سالم زندگی کردن نتیجه تغییرات کوچیک اما مستمره. اما اگر تا اینجا از این ویدیو خوشت اومد، سابسکرایب فراموش نشه و همیشه بدون یک سبک زندگی سالم
نیازمند کنار اومدن با خودته که چطوری بخوای زندگی کنی و اگر روش‌های دیگه‌ای میدونی که مؤثره حتما توی کامنت ها به ما هم بگو، چون مطمئن باش مشکلی یکی از ماها ممکنه باشه. پس تا ویدیوی بعد دوست خوبم مراقب خودت و سبک زندگیت باش.